مردم روستای چشام شهرستان داورزن در آستانه فصل زمستان آیینی سنتی را برپا می‌کنند. آیین سره یکی از برنامه‌های فرهنگی کنگره سربهداران است که دوم آذر در روستای باشتین برگزار می‌شود. آتش سره یکی از آیین‌های قدیمی شهرستان داوردن است. آیینی که مردم روستای چشام داوردن 55 روز مانده به نوروز آن را اجرا می‌کنند. این جشن از زمانهای قدیم اینجا برگزار می‌شده، الان هم خدا رو شکر برگزار میشه. بچه‌ها و خانواده ها همه میان محله تو روستا هست جمع میشن اونجا. یک دستازه ما بردیم به ریبون بلند. اونجا آتش می‌کردیم میگفتیم سره. پیشینیان آیین آتش سره را به مبارکی گرم شدن زمین و شادمانی برگزار می‌کردند و گوی‌های آتشی را به آسمان پرتاب می‌کردند. آتش سره زمانی برگزار میشه که بهش میگیم که خرم به زمین میاد، هوا گرم میشه و میتونیم مقابله کنیم با سرمای چله خوردی یا چله کوچک به اصطلاح، بقای سرما رو از بین ببریم. جوانام انجام میدن؟ جوانان اصلا گوی بر ما داشتن دما بستن، شب تا صبح گوی و هوا انداختن، مرا به آسمون وارد به ما ورزی می‌خورد. این گوی یعنی آتشی بود؟ آتشی بله، آتش بود. در آستانه کنگره ملی سربهداران آیین آتش سره که یکی از برنامه‌های بخش آیینی کنگره سربهداران است در روستای چشام برگزار شد. کنگره ملی سربهداران در دو بخش علمی و آیینی برنامه ریزی شده و انشالله اجرا خواهد شد. بخش آیینی اون در روستای باشتین خاستگاه قیام سربهداران برگزار خواهد شد و شامل 4 آیین این منطقه شهرستان داورزن هست: آیین سنگزنی صدخر، آیین نخلگردانی مزینان، آیین سده چشام و آیین اسب چوبی باشتین. شاهنامه خوانی، چوب بازی، چاوش خوانی از دیگر برنامه‌های آیین آتش سره در روستای چشام داوردن بود. آتش سره یکی از 7 برنامه‌ای است که جزو بخش آیینی کنگره سربهداران است که در روستای باشتین خاستگاه قیام سربهداران نیز اجرا می شود. سید هادی قریشیان، خبرگزاری صدا و سیما، روستای چشام، داوردن.